و پیروزی و راه نجات بر ما شما مقاومت، نه فرار راه مقاومت از موفقیت از آغوز و نه تسلیم شدن به دشمن. تسلیم شویم به عزت میشیم، به حیثیت میشیم، فرهنگ ما از بین میره، تاریخ ما نابود میشه. یادتان باشه برادرها که یک ملت در با کشته شدن، با شهید شدن، با کشته بودن نابود نمیشه، ولی با ذلت، با حقارت، با اینکه فرهنگش پایمال شود، با اینکه حیثیتش از بین بره، با اینکه تمامیت ارضی نداشته باشه، این ملت وقت نابود میشه. این آزادی خواهی مشکلات خودت داره، فراز نشه به خودت داره، ولی مقاومت عمومی، صبر و شکیبایی حتما دشمن از پای در شوروی‌ها که تا امروز در جهان شکست کردن، نابود شدن. پاکستانی‌ها به هیچ صورت اونا هنوز هیچ حیثیت ندارن، موجودیت ندارن در دنیا، دیگه اونا به هیچ صورت جنگ دوام دادن نمیتونن. ان شاء الله پیروزی نصیب ما و شما میشه، موفقیت نصیب ما و شماست.